هدف طب سنتی رو اشتباه به مردم گفتن. اصلا خیانت بزرگی در حوزه طب سنتی و طب طبیعی اتفاق افتاده. ترادیشنال مدیسن، تعریفی که از طب سنتی کشور داره انجام میشه تعریف غلطیه. من تو مجامع مختلف علمی حضور پیدا میکنم، میبینم که اندیشمندان بزرگی دارن تعریف‌های غلطی رو انجام میدن. من حیفم میاد. دیدگاه مردم نسبت به طب رو دارن تغییر میدن. اینقدر طب سنتی رو بد تعریف کردن در اذهان مردم که وقتی میگن طب سنتی میگه ها همون آویشن منظورته دیگه، همون گلگاف زبونه، نمیدونم سنبولاتیوه، نمیدونم بادرنج بویه هست یا فلانه. هربال مدیسن یک نقطه کوچکی از ترادیشنال مدیسن هست. یعنی طب گیاهی رو ما به عنوان طب سنتی معرفی کردیم. اگر کسی طب سنتی رو معادله با حجامت معرفی بکنه، اون هم خیانت کرده به طب سنتی و یه تعریف جامعی رو ارائه نکرده. کی گفته طب سنتی یا طب اسلامی یعنی حجامت؟ میگه آ طب سنتی همونایی که حجامت میکنن. منظورته؟ نه. حجامت آخرین مرحله درمان هست در کلام اهل بیت علیهم السلام. آخر الدواء الکی. آخرین مرحله درمان دیگه اعمال یداوی وارد میشه، دست به تیغ میشه، شخص نشتر میزنه، فست میکنه، حجامت میکنه یا از روش‌های زالو درمانی مثلا استفاده میکنه و امثال اینها. مرحله اول درمان پس چیه؟ دارو که نباید بدیم، حجامت هم که مرحله اول نیست، زالو هم که اول نیست، اعمال یداوی هم که اول نیست. پس اولین مرحله درمان چیه؟ اولین مرحله درمان در کلام حکما وقتی نگاه میکنیم همینه. مجموع روایات اهل بیت که نگاه میکنیم هم همینه. بله یه نفر بیاد یه دونه روایت رو برداره بگه من میخوام با این یه دونه روایت میخوام درمان بکنم، این اشتباهه. خانواده حدیث رو باید نگاه بکنیم. خانواده حدیث اینجوری نیست. طب اسلامی یعنی سبک زندگی اسلامی. کی گفت طب اسلامی مجموعه از 40 تا 50 تا داروه؟ اینقدر طب را مساوی با دارو در غرب برای ما معرفی کردن که ما هم ناگزیر شدیم وقتی خواستیم طب اسلامی رو معرفی کنیم به جامعه گفتیم طب اسلامی تو یعنی چی؟ طب اسلامی یعنی اونی که مثلا توریفل داره. طب اسلامی همونیه که مثلا فلان داره. طب اسلامی طبی که مثلا جامع امام رضا داره. طب اسلامی یعنی طبی که مثلا فلان. آقا چرا طب اسلامی رو دارید مساوی با دارو معرفی می‌کنید مردم؟ از آن فرهنگ سازی کردن. خب فرهنگ سازی کردن تو باید بر روال اون فرهنگ باید حرکت بکنی. مگه این ریل گذاری هست که دشمنان ما انجام دادن. دشمنان اهل بیت این کارو کردن که مردم وابسته به دارو بشن. دارو وقتی میخوری یعنی عارضه. پزشکان غربی در مورد دارو میگن داروها سموماتی هستند که گاهی هم مؤثر واقع میشن. ولی عوارضش چی؟ یه پزشک خدمت حضرت آیت الله مکارم بودیم، فرمودن که زمان قدیم یه پزشکی بود توی همه قوم مینشست. میگفت به داروخونه کنارش میگفت دارو وقتی به بیمار میدی بروشور داخلش رو بردارید. گفتم خب چرا این کارو بکنیم؟ میگفت این بیمارها میرن بروشورها رو مطالعه میکنن، بعد میبینن مثلا این قرصه برای سردرد خوبه، بعد عوارضش خب 1 دلپیچه میاره، 2 سردرد میاره، 3 احتمال داره سرطان هم بیاره، 4 اسهال بهت میده، 5 نمیدونم فلجت میکنه، 6 زانو دردتو تشدید میکنه، 7 ریزش موهاتو بیشتر میکنه، 8 آقا نخواستم دیگه شد اسمه ما اکبر من نفعه ما. این همون دقیقاً مثل آیه قرآنی که ضررش بیشتر از نفعشه، نمیخوام دارو استفاده نمیکنم. دکتر میگه آ بروشور داخل دارو رو بردارید. ولی من میخوام بگم که باز هم به انصاف و غیرت داروسازهای شیمیایی که این اخلاق رو رعایت کردن، اگر یه دارو گفتن برای فلان چی خوبه عوارضش هم کنارش نوشتن. و متاسفانه در سیستم طب طبیعی ما، طب سنتی و اسلامی ما متاسفانه این اخلاق پزشکی رو رعایت نکردن. می‌دونید منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگر دارو رو به شخصی معرفی میکنید شما وظیفتون هست که عوارض این دارو هم گوشزد بکنید به بیمار، بگید که این عارضه چیه. آویشن بهش میدی میخوره، به جای چای سیاه دمنوش آویشن درست کنه بخوره، روزی 5 تا لیوان دمنوش آویشن بخوره، بعد تیمولی که داخل این آویشن هست رشته قلبی براش ایجاد بکنه. میدونید که آویشن برای بالاتر از 60 سال منع مصرف داره، زیر 12 سال منع مصرف داره. افرادی که مشکلات ضعف قلبی دارن نمیتونن استفاده بکنن، افرادی که میگرن دارن نمیتونن استفاده بکنن، افرادی که ضعف بینایی دارن نباید استفاده بکنن. گفتید اینا رو مردم؟ اگه نگفتید خیانت کردید. اخلاق پزشکی میگه اگر قرار باشه یک تجویزی رو برای بیمار انجام بدید، اولا باید با تمام جوانبش آشناش بکنی، عوارض جانبیش هم باید بهش بگی. بعد حالا طرف اگر خودش انتخاب کرد، خودش با اختیار خودش اینو بپسنده و بپذیره و مصرف بکنه. این کارو انجام دادیم؟ چرا ما خط تحقیقات خودمون افزایش نمیدیم؟ چرا مطالعات خودمون افزایش نمیدیم؟ چرا صرف شنیده هامون رو اکتفا میکنیم؟ بله ما شنیدیم گفتن اینجوری بشه خوبه اونجوری فلان. یه وقت خودم اومد پیش من گفت آ من طب سنتی هم یه مدتی مطالعه کردم و دیدم که حرف خاصی برای گفتن نداره. گفتیم ناچاریم همون طب جدید رو فعلا بگیریم بریم جلو. گفتم خیلی عذر میخوام، شما چند تا از کتاب‌های طب سنتی رو مطالعه کردی و به این نتیجه رسیدی که مطلبی برای گفتن نداره؟ جناب زکریای رازی به عنوان یکی از علمداران و پرچمداران طب سنتی هست دیگه.
زکریا رازی حدود 350 تا کتاب طبی داره، کتاب رساله طبی داره. شما از این 350 تا چند تا اسم کتابا رو به گوشت خورده؟ اصلا مطالعه رو نمیگم. مطالعه کن، نقد کن، مطالعه کن، بررسی کن، مطالعه کن، تطبیق بده، مطالعه کن، تفسیر کن، مطالعه کن، تحلیل داشته باش، مبنا داشته باش. متاسفانه یه مقدار قضاوت‌های نابجای اتفاق میفته در مورد طب سنتی. ابو علی سینا رو وقتی میخوان معرفی بکنن به عنوان کسی که داروهای گیاهی به ترکیبی آنچنانی در نسخه‌هاش هست و در کتاباش مطرح شده، در قانونش مطرح شده، ابو علی سینا رو اینجوری میشناسن و معرفی میکنن. شما ابو علی سینا رو به عنوان که یک فیلسوف هست معرفی کردید؟ شما ابو علی سینا رو به عنوان که یک شخص عالم دینی هست اینجوری معرفیش کردید؟ بعد طبیب بودنش رو معرفی بکنید. ابو علی سینا به عنوان یک عالم جامع و شرایط معرفی کردید شما؟ ابو علی سینایی که وقتی حضرت امام رحمت الله علیه وقتی میخواد اسم از ابو علی سینا بیاره میگه حجت الله العظمی و نابغه الکبری شیخ الرئیس ابو علی سینا. حضرت امام وقتی خیلی دقت داره توجه میکنه که برای چه کسی چه لقبی رو به کار ببره. حضرت امام گتره‌ای به یه نفر تعریف میکنه یا لقب بهش میده، پسوند و پیشوند بهش اطلاق میکنه. آقا ما نشناختیم حکمامونو، ما نمیشناسیم طب سنتی رو، اصلا تعریف خوب جامعی از طب سنتی نداریم. طب اسلامی هم همینطوره. طب اسلامی البته منظور طب رواییه دیگه که الان موجوده توی بازار و تو جامعه. طب روایی ما هم جامعیتش هنوز معرفی نشده به مردم. تو طب سنتی میشه مثلا آویشن و گلگام زبون و فلان، طب اسلامی که شد میشه مثلا مرکب 1 مرکب 2 مرکب 3. این شد طب اسلامی. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ببین فرط این روایات رو من یکی اینا رو همه نوشتم برای شما آوردم. وقتی نگاه میکنیم نه یکی نه دوتا، تمام روایات رو بررسی کردیم، تمام متون طبی حکمای سنتی رو با هم بررسی کردیم، دیدیم بابا اون چیزی که پررنگ در اولین مرحله درمانی استفاده از مشمومات هست، نه استفاده از مأکولاته. میگه تا میتونید چیزی رو از دهن طرف ندید که بخوره، چون وقتی که شما دارویی استفاده میکنید میره وارد معده میشه. خب باید مسیر هضم اولیه اتفاق بیفته یا نه؟ خب پس باید بره معده. وقتی شما داروی زنجبیل رو میدید به طرف، دارچین هم باش قاطی میکنید، زعفرون هم بهش اضافه میکنید، میخک هم بهش اضافه میکنید، نمیدونم چیکارش میکنید، این دارو میشه داروی فوق گرم، یعنی معده طرف رو منفجر میکنه. کبد فرد که گرم هست رو اختلال ایجاد میکنه که چی؟ که قرار من مثلا مشکل تشنج فرد رو میخوام خوب بکنم. برید نگاه بکنید داروهایی که برای تشنج استفاده میشه چه داروهای قویه و گرمی هستن. خب بریم نگاه بکنیم. اولین نمیخوام بگم تو مراحل آخری و تو اضطرار اینها ما استفاده نمی‌کنیم ولی میخوام خواهش بکنم که تو مرحله اول درمان نباید از اینا استفاده بشه. مکتب که به ما اجازه نمیده. اون چند نفر به ما گفتن این حرف رو. اولین مرحله درمان رایحه درمانی هست، مشمومات هست. چرا؟ چون رایحه از ریح میاد. ریح و روح از یک ماده هست، یک ریشه داره. وقتی که روح طبیعی و حیوانی و نفسانی بدن ما که حالا 3 تا این روح بخاری که در اتباع مطرح میکنن تو بدن انسان هست، ارتباط برقرار میکنه با هوای بیرون و استنشاق میکنه این هوا رو. اولین جایی که تاثیر میذاره سیستم قلبه. دومین عضوی که تاثیر میذاره عضو مغز هست یا دماغ هست. شما قلب و هواش داشته باش، به تعبیر امام رضا علیه السلام فرمود ملک الجسد هو القلب. در طب جامع اسلامی محوریت بدن با قلب هست. ما مغز محور نیستیم، ما قلب محوریم. و از نگاه امام رضا علیه السلام وقتی به بدن انسان نگاه میکنیم، مغز یکی از کارگزاران و سربازان قلب محسوب میشه. نه اینکه قلب زیر مجموعه مغز باشه. قلب یک شعور و یک ادراک استقلالی دارد که نحوه تقویت و نحوه تغذیه‌اش با همه عضوهای دیگه متفاوت هست. اصلا اینکه بزنه یا نزنه هم به دستور مغزم کاری نداره. دست من حرکت میکنه، مغز من داره حرکت میکنه، دستور میده، بهش میگن حرکت نفسانی. اما وقتی قلب من حرکت میکنه نیازی به دستور مغز نداره. طرف ضربه مغزی میشه ولی میبینیم قلب داره میزنه. قلب حرکتش حرکت خودکاره. تغذیه‌اش هم با همه تغذیه‌ها فرق میکنه، غذاش هم با همه غذاها فرق میکنه. قلب مأمن و پایگاه و جایگاه روحه. قلب شعور انسانی و احساسات انسانی رو مدیریت میکنه.